شفا و البته امبولاتوریا باغچه رقم 6 مکتب 3 گروه آهلیک گروه آهلیک میانه و گروه آهلیک بالا 5 نفره خادمان اشتراک کرده ایستادند. حالا باشد از آنها یک نفریشان با سوال جواب زودی تستکار میخواستیم تستر چه کنتر باید و امروزه بازی ها را سر کنیم آغاز کنیم. مرحمت از مکتب 32 یک نفر از سناتوریوی شفا مرحمت از سناتوریوی شفا خودتان همینجا امبولاتوریا مرحمت باغچه 6 مرحمت مکتب 30 مکتب 30 با سوال جوابی تذکر پرده وطن شما مکتب 30 گروه آهلیک میانه زنهای گروه آهلیک پایان کنید اروناوا مرحمت مالی مرحمت حاضریت اینا جواب داده شما بعد میگیریم. سوال جوابی زودی گفتیم معلمه سوال جوابی زودی گفتیم. در زمان جمشید از کدام اسباب‌های موسیقی ملی استفاده می‌بردند؟ دایره، نای، رباب. دوام. نای، چی؟ کرنای، سرنای. پرنتر میکنند مرحمت. از زمان جمشید تا این دم نوروزی را جشن میگیریم. در زمان قدیم اولین این کرنای بود، دویم رود بود، چنگاغز بود. رحمت سلامت باشد. سناتوریوی شفا چیست سوال شما؟ سچک چقدر رستنی است؟ سچک میوه نیست. صد افسوس که خطا گفته جوانمردانی آهلی. سچک رستنی فایده آور است. از سچک البته استفاده میبرند مردم کوهستان. تیار نمودن جغلک البته در بچک ها هم میندازند و بسیار بیماری ها دوا هست. البته ایمونیتت آدم را بلند میبردارد. جوابی من همین. با دقتتان تشکر. رحمت سلامت باشد. مرحبا. سچک این باید خودمون نمیدونیم کس نمیدونستگیش این کتابی سرخ با درار داشتگه همه کوه و ادیر خوبه سچک نیست. من همیشه کشلوق جای خودم با جدای مول هم ترکیبش و ویتامین C بسیار است. ارگانیسم با ایمونیته بلند میکنه. ویتامین ها کتی بای میتونه فایده آور است. باید از این استفاده بریم. رحمت. امبولاتوریا مرحمت. محصولات های دامی را در زمان قدیم در چی نگاه می داشتند؟ زمان قدیم خالدینیک نبود، حاضر پلاستماسی کوزه ها نبود. فقط کوزه با نمی کوزه ها با یشک ها با وای پیش کوزه ها یکو سفالی مولتر بود. حاضر اکنون همه زمان منی شد بانکو زیری زمین با خیابون گوشت محصولات من این سبزوات ها بود. زیری زمین با نه با فکری من امروز اولین سیل است. باید همش خاطر بمانیم. در سالهای آینده باز میپرسیم. مرحبا. در زمان قدیم محصولات های دانی را در خمهای کلان کوزه
اوکای خون باز کوله می ساختن غشت کتی اندوه میکردن 4 طرفشه میونش به تشک میموندن و یک لفته میتخوندن گندم در کار شد و همون لفته میگفتن گندم میره در کوله ها و در خون اگر در زمین گور میکردن و گندم سبزیده میبرومد. رحمت این فقط پرکنی است. باغچه 6 معلم مرحمت. درباره طرز تیارکنی سومالک و تنها در کوهستان ما هست که سومالک تنوری معلومات دهید. هر دیاسا معلومات بدهیم. با همه شمایان السلام علیکم. ما من یک گروه باغچه ششمی ناحیه سمرقند تشریف داریم. ما میخواهیم با همراهی شمایان امروز رقصیم و بازیم. من در اینجا سوال من همین است که سومالک تیار کنیش من آهلی که کدی خوش رو کده گرد میزنم سومالک این سی ملک در قدیم این سی ملک میگفتن. یک روزهای می شود که یک زن بسیار فرزندان داشت جدا هم ناچار بود. از ناچاری در دشت و دلب برآمده سرهای خامکی گندمچه میگویم رستنی است انمونها را چینده در خانه آورده و جدا سخت بود گندمک میگفتن. همون را در دیگ انداخته آب انداخته تر کده در تگش علاب میماند. این حادثه در بیگاهی سر می شود تا پگاهی اینا جوشانده فرزنداش به دادنش در کار بود. در وقتی سحر زن مانده شده خوابش می باید. اینا بینید که از طرف خدا یک نداه می شود و 30 ملک ها خدا چگو مکن میفرسونن می خدای امر خدا کدی پیدا شده همین دیگه زن و طعم میدهن رنگ میدهن. در دنیا چیزی هست نغزی چی که هست در همین دیگه زن 30 ملکا پیدا شده همین را تشکیل میکنن. من پگاه میشد فرزندان آن بیدار شده با دیگ میبیانو همون دیگ کشاده خوردن میگیرن در چلیک چهارشون کتی. اینا بینه که زن بیدار میشم ای بچه های من چی شد من بچه های من خود دادگیم در کار بود گفته پیش دیگ بیاد بچه های خودش همین سومالک رو خورده ایستاده است. از همین روز عبارت این فکر من مجبور من ناطقی گفتم ان همین روز این سی ملک این سومالک گفته اعلان می شود کن. تنوری باشد تنوری این البته هر گیجوبم نمیشد الهیده این آهلی که محمد جدایم این بای شدگی اینم خودی همین برین میکنن فقط تنور با تیار میکنن. اینا خودی نام برین اینا بسیار آدم در کار برای اینا کدن. من اینجا استازی ما استازی تنور سومالک کدگیم نکی مادرهای ما هم کردگی بودن ما اشتراک کردگی بودیم حاضرم باشد من یعنی این آدم باشم بی ملال ما هم اشتراک کرده همینم میکنیم. این اساسی تندور بمیشد 2 ساعت بعد علاوه بر نیو کده علاوه 2 ساعت در گفتگیش در کار تازه تگی باید تازه کده با همراهی بسیار زنها اشلا خونده لونده کده سرفه که ماهان آرد مگوی میکنیم انمو سرفه سری تندور با میبیارن. پیش ماهان دیده ایستاده بودیم در پیش تندور آمده بسیار زنها لونده کده یاردم داده دهنی باید میپوشیم لای کدی بعد از دهنی باید پوشیدن چی گویم اکن علاوه بر نگاه کدن 2 ساعت. رحمت سلامت باشند و در اینجا مهمان ما حفیظه و شعار آیتی هستند. مرحمت دوام میکنم. السلام علیکم مردمی اهالی آهلی خوش آمدید. من ما ناظر از ناحیه آمرده در اینجا اشتراک هستیم. البته این کیفیت خصوصا بیرمانه همتون هم بیرمی نوروزی عالم
ҳам иди ҳаити рамазону гурзонда истодаетон ба шумо аввало сиҳат саломатӣ, чунки оҳалик нафақат бо вай бо маҳалли худаш, балки бо оромгоҳош, бо машҳур шахсоне ки ҳастанд, санъаткори мана салимако, мана боз духтарон, бо духтароне ки аз якдигари дӯстро мо пеш аз базм шудан омада бо ваё ҳамсӯҳбат шудем. دختره هم خیلی دوست داره که لباسهایشون با خودشون رو میزنن. من امروز که صنعت مهارتی من 8 نفر گروه اشتراک داشتن، سوالی من درباره سومالک شد. پارسال ما در این محله اومده اشتراک کرده سومالک پختودیم. باز سومالکی من اینجا باز زنی که با از تنور تیار میکرده ای که هم صحبت شده با تلویزیون برآوردیم. گفتی من همین کس من از او که برآمده از گپ زدن جدایم سومالکی در ازبکستان این خیلی هیچ کس پخته نمیتونست. در ازبکستان با دیگر خارجه این سومالکی تنوری این کس مشهور شده را. من چی گفتنی هستم؟ البته شما هون زنهایی که از وای برآمدیتون از محله من از اشتراک داشتون شما به سلامتی میطلبم. این روزی فرخنده همه وقت این سیل همه روز این صحبت خدا دوام تیاد. رحمت به این استادان که من در اینجا اشتن. رحمت به سخندان. رحمت شما سلامت باشید. رحمت تشکر خوش آمدن میگویم. هزار رحمت و اشتراکچی نوبتی مکتبی سی مرحمت. قرصک زنیم قرصک. پلاوگون چیز و طرزی تیار کنی پلاوگون مرحمت. پلاوگون این یکی از طعام‌های قدیمی‌ترین خلقی آهلیک میباشد. پلاوگون طرز تیار کنیش خود من یک بار تیار نکردم، نکی فهمیدگی هم خمیر درشکتی خمیر گرفته میشه، خمیر ترشکی خمیر گرفته میشه و درونی آن با و دوردکتی خود آتالابری دوردکتی مصنوعی و تیار کرده میشه. بعد همون مصنوعی درونی و همون خمیر تنوب کرده پیچونده خودی شکلی حاضر پیراشکی برای من حاضر تیارش و استولی موام پلاوگون است. اگر وای باشه آورده نشون میدیم. بعد همون روغن با سرخ کرده بیرون کرده میگیریم. طرزی تیار کنی پلاوگون رو فهمانده دادن، کدام محصولات رو کدام وقت کردنش رو نگفتن. مثلا 1 لیتر قیماق رو دیگ بمیندازیم و تا زرد شدن و یا بریان میکنیم. پس از بریان کردن آرد میاندازیم. آرد همراه قیماق سوپ سرخ شده روغن زردش جدا میشود. دیگ را از بالای آتشدان گرفته روغن زرد او را جدا کرده میگیریم. آن خمیره که با خمیر ترش تیار کردیم مثل کلچه در میانه آن همین اتلایی که تیار شد و آب انداخته 20 منوت میجوشانه و مصه تیار میشود. در مغز این مانده همان روغن زرده که ما جدا کرده گرفتیم در همان روغن بریان میکنیم. و دقتتان را رحمت سلامت باشید. گروه زنهای آهلیک مرحمت معلمه گرید. در دوره قدیم از محصولات‌های شیری چخیل و با کدام اسباب روغن زرد می‌گرفتند؟ نام اسباب را گویید اگر خودش معلوم می‌شود. مرحمت. در دوره قدیم روغن زرد را اول شیر را جرغات کرده، ثانی وی را در خلطه انداخته چکه کرده، ثانی وی را با همین گوپی زده وی را روغنش را میگرفتند. پیش از گوپی زنانی ما در کلان و ماماهای ما چرخدک داشتن.
چرخدک این یک با کوزه مانند بود، فقط چکنه جرغاتی که ما تیار کردیم چرخدک به می انداختیم و در دو طرفش دسته داشت، با دستهایمان داشته من این خیلی حرکت میکردیم. بربیر هر سال و هر ماه ترقیات، بعد از ترقیات بعد از دوره SSR گویم گوپی پیدا شد. بعد گوپی از چرخدک دیده آسانتر، امکانیتش نزدر، بعد گوپی پیدا شد. حاضر سپرت ها. رحمت آهانی که میانه البته میانه هم هستن. جمیله خواه بودن می؟ منه میانه. مرحمت دیگه درویشان گفته چی رو میفهمید؟ السلام علیکم مهمانان میزبانان. اولا با شمایان را با هم عید نوروز عجمی گذشته و امروزه عید رمضان تبریک و تهنیت میگویم. من به خیلی سوال اومد که دیگه درویشان گفته چیه میگم؟ گفته دیگه درویشان حاضره که حدیثه اینه گفتنش همین گوشت روغن یک گرفته دیگه اول میجوشانیم، بریان میکنیم کمک روغن کتی، بعد از وی آب انداخته و یک خوب مابین 10 ساعت به قریب وی تیار می شود. وی با آب قطی کده گندمی یرمه همراه میکنیم و بعد وی تیار می شود. وی جدایم وی به اسم میکوبیم برای که تگش نگفتن. انا میخیل کتی وی 10 ساعت به زیادتر به تیار میشود. وی جدایم تعامی بامزه، تعامی بسیار سرغذا، پر ویتامین حاضر گپه. جدایم نرس آدم ها مثلا هر ایدها و نوروزا با مکنن حاضر باشد همه اجابه کده ایستادن که وقتش بخواهد همونه گرفته تناول کیسه. جدایم تعامی بامزه نرس. رحمت و آخران گروه آهالکی بالا مرحمت. درباره تاریخ نوروز چی رو میدونید؟ نوروز تاریخ عقد معلومات بریم. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugungi Hayit bayramimiz va Navruz saylimiz muborak bo'lsin. Hammangizlarga sog'lik, salomatlik. Xonadonlaringizga to'y tomosha, topkalaring to'y tomoshalarga kelsin. Navruz degani yangilanish. Yangilanish. Odamlar qishdan bozorga chiqib Navruzga yetaylik. Hamma joy Navruzda hamma joy ko'karib, subalaklar solinadi, hadisalar qilinadi, ariqlar tozaladi, dehqonlar hamma narsani uni to'mpir qiladi. Ha, kecha-yu kunduz bir bo'ladi. Mesha. Qisqa kuna gufto. اصلا تاریخ نوروز از دور پادشاه جمشید تا دم ما جشن گرفته می شود. رحمت سلامت باشید. و اکنون با حیاتی مهمانان عزیز برای اشتراک کننده ها یک تا خرسک میزنیم. برای شمایان همه رقص با تکلیف میکنیم. دوستان عزیز، البته آن سوال هایی که از طرف حکیمان از طرف جوری ها داده شد، آن چیزهایی که ندانسته بودیم بسیار هم فهمیده گرفتیم و دقت همتون تشکر. حالا باشد از جانب سفرعلی رجبزاد سرودهای شخ می شود. همه شمایان، زن، مادران، خواهران را به رقص دعوت می نماییم. مرحبا.
کسب خود باز با کدام شوقمندی حواس داریم. شوقمندی شما در چی سوختیم بعد با همراهی حکمان اینجا گفتیم که بسیاری ها مردم ما به رقص شوقمندی دارند. حاضر باشد با همین جماعه ها یک تا رقص هایشان را میبینیم، تماشا میکنیم. اکنون باشد مکتب میانه رقم 32 دخترانشان رقصی کلابی دختر تاجیک تیار کردن. میخواستیم یک جای تماشا کنیم. اگر سرودشان تیار باشد زودتر تیزتر مرحبا. البته نوبت را کودکان خود را از صحنه سر بیرونتر گیرند. مرحمت این طرف به سویت است به فرقی خود به فرق نباشید. مرحمت. سلام علیکم مهمانان میزبانان همدیارانی محترم. ما هم شمایان با این ایدی دود، ایدی کلان، ایدی نوروز، ایدی من این روزه امروز شده ایستاده است. از تحت دلم تبریک مبارکباد میکنم. همیشه شماها صحت سلامت باشدان. این سال همیقاتی با همین روزا به خدا نصیب روزی گرداند. خدای مهربان عمری دراز که هم یکاتون با صحت سلامت باشد. نوروزتان مبارک همدیارانی محترم. رحمت سلامت باشند. در اینجا از گروه آهلیکی بالا رقصی گروزینی تیار باشد. اگر مرحمت رقصی گروزینی رو یک جای تماشا میکنیم تا اون دم تیار میشوند و تیار شوند. امبولاتوریا سرودهایتان تیار باشد. اگر مرحمت آمدن گیرید یک تا دختر تاجی چه خوش نمایی در عالم حسن گنج نهانی در عالم جان روی روانی چه خوش نمایی ای نازنین نازکه نی نازکه ای نازنین نازکه شرخ بزن رقص کن. ای نازنین نازکه شرخ بزن رقص کن. ای نازنین نازکه نی نازکه ای ناز گل نازکه نی نازکه ای ناز گل نازکه کمان ای بوت باریک میان یار زرفشانی لالا لبانت شکر یارک دلجوی من دخترکی ساری دل بر شیرین من بیا با پهلوی من یارک خطلانی بیا بشین در برم ای گل ماروی من لال بدخشانی نازکه نی نازکه ای نازنین نازکه نی نازکه ای نازنین نازکه شرخ بزن رقص کن. ای نازنین نازکه شرخ بزن رقص کن. ای نازنین نازکه نی نازکه ای ناز گل نازکه نی نازکه ای ناز گل نازکه آسمان که
چرخ بزن رقص کن ای نازنین ناز کن ای ناز کن ای ناز گل ناز کن ناز کن ای ناز کن ای ناز گل ناز کن دختر غرمی و دیده گرمی دختر سعودی چه مهربانی دختر مشجار دختر عینی دختر درواز رحمت سلامت باشد تشکر و چقدر که گفتیم کودکان ما بچگانه رقم 6 یک جای تماشا میکنیم مرحمت بالا کن با دست بالا کن دست بالا کن رحمت سلامت باشید اکنون بچه های عزیز دوره کلان میکشیم همه سرچت با سایه میگذاریم ما باشد به صحنه از مکتبی سی یک شاگردشان را تیار کردن میخواستیم یا به نزدیکتر ایستان و از امبولاتوریا از نامی امبولاتوریا نوروبی خاله اشتراک میکردیم از محله آهلیکی میانه برناخاله اشتراک میکردیم و از محله آهلیکی پایان معلمه علمی معلمه اشتراک میکنند مرحمت میانه بیمیستیم و ما باشد به صحنه یکی از آن حافظان خوشاوازی دهه عزیزمان را به صحنه تکلیف میکنیم صابرک زاهیدف را البته سرود موافقی طلبیان همین 4 اشتراکچی جانان بلند میشود به هر یک سنت آنها البته بها میدهیم مرحمت نارمی خاله برناخاله شما را تکلیف میکنیم مرحمت Dios,
داری آرسن من والده ای دوه چینا سرود بایشچک را شما می‌سرایید. تا تیار شدن آنها جهت ما برای عروسان به دستانشان اینا می‌بندند و باز معلومات را پرراتر می‌کنند. الافروزایتی مرحمت. السلام علیکم همدیاران عزیزم، بانوان زیبا، مردهای کمربند، دوستان عزیزم، خوش آمدید به این درگاه آهلیک. در این نوروز، در این عید رمضانی که جشن رمضان شده ایستاده است، همه شمایان را تبریک گفتم و شمایان عمری دراز، رزق فراز آرزومندم. حاضر در اینجا ما چطور کیلون را در تکی چبلیک ماندن، آن را با آینه بندان، آینه نگاران و سلامنامه ها و شما ها شناس می نماییم. برو بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. از شما التماس هم یکاتون هزار علیکم. اول به نام قادری خدا سلام میگویم، دویم به نام صفی الله سلام میگویم، به نام آیت های قرآن سلام میگویم، به نام بی بی فاطمه زهرا سلام میگویم، به مهمانای امروز سلام میگویم، به اهل خلق آهلیک سلام میگویم. الها کلون داماد شد و شکر کن، نصیبی کلون داماد شیره و شربت کن. تو در پناه خود نگه دار کلین و داماد، کنن شادی بسیار کلین و داماد. با کوچه دختری حضرت سلام میگویم، با مادر پدری آهلیک سلام میگویم. مادر جان، اکنون شما این کلون را در چمیلی چطوره که به آینه نگاه میکنند و چطوره که شیره شربت میخورند و خلق آهلیکی ما نشان داده دیه. بسم الله الرحمن الرحیم. آینه چرخ میفرونه الهی کلین داماد ما آینه برای روشنی و بران همین آهلی پس این کلینچکی داماد عالی شده خدمت کنم. پیش قدمی همین آهلیک شوم، همه وقت این آهلیک پیش قدم است. بسم الله الرحمن الرحیم. الهیم آینه برای روشنی ببران، سیر بچه سیر چقه شوم، خلق آهلیک فقط توی به گرده من همه خیلی. آینه به کلون داماد نگه میکند و از خوشرویی یکدیگر مهیا میشوند. اکنون این خوراک دوست داشته محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شیربرنج است. کلون را داماد میخوراند. این شیربرنج پیغمبرمان این نقص دگی توامشو برای همه کلین داماده همین کتا سیله میکنیم. شیربرنج را هم میتواند که خیلی تهیه کرده میشود از دانه های برنج، از شیری با مزه که به ما الله آفریده است. همه تعام را تهیه کرده و کلون داماد میخورانند. اکنون اصل میخورانیم که کلون داماد کفهایشان به یکدیگر شیرین و شربت شود گفته. برهمه رحمت. یک قرصک برای گروه فعال زنهای آهلیک. تشکر. مهمانان عزیز مرحبا.
حسین جان ببینید که مراسم کلین سلام و آینه بینان به آخر رسید. البته عروسک نازنین ما صاحبی فرزند شد. وقتی که عروس صاحبی آینه میمونم، آینه الهیم راهش وقت سفید کرد. آینه همه معنا رو دارد. دخترها، بچه را هم تو مانه، این تو مانه، این تو مانه. آینه در تک سری بچه حاضر شانه میمونیم. الهیم راهش همیشه روان شود، راهش سفید شود. این تو مانه، این تو مانه، این تو مانه، این تو مانه. بعد هنی سنگ تایرو الهیم سرکش از سنگ شود، فرزندی باقی شود، با ترتیب شود، خدمتگار خلق و وطن شود. هم تو مانه، این تو مانه، این تو مانه. اینا در تک سری فرزندان ما میمانه. بعد این پولچچه، پولچچه رمزی همان را دارد که الهیم بر رزق و بر نصیبه شود، دهقانی ما نو شود، فرزندگان ما که همراه همیشه نام باشد. این تو مانه، این تو مانه، این تو مانه. کنی پیریم باشا شقلاقا بیاره رمضان باید. این در روز عید روزه نامش رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. این تو مانه، این تو مانه، این تو مانه. یکش اومد، صاحبی گواره اومد. این سو جنسا رود از این گواره. حاضر گواره با میبندیم. مادر این چقلاق، مادر رمضان آمده در بالای گواره دوتا نان را همچون عرف و رسم ازبکان و تاجیکان گزیده میستن. رزق فرزندان ما بطور شود. الهیم همه ازبکستان به چشم نرسد. Allah guyam jigar bandam khobat barat Allah. Allah guyam jigar bandam khobat barat Allah. To ey afson farzandam خوابت برات الله. تو ای افسون فرزندم خوابت برات الله. کلام
چشم من شکفته چون شاخ گل اللیا نهالی تا صفای بندم خوب از برد الله در چشم من نهاده چون برگی گل الله از روی تو خندان شود خورشید من الله الله یا الله الله یا الله من امروز فرزندکی موکلا شد و صاحبی کسب و هنر صاحبی رقص و بازی شد. رحمت تشکر می‌گویم برای جمعی سناتوری شفا. اکنون باشد مهمانان باری دیگر روی صحنه هنرمندان حافظان خوش‌آوازی آهلیک عزیز را تکلیف می‌کنیم با نوبت خود. حالا باشد روی صحنه استادی صنعت اکای مرادخور خواجه را به صحنه تکلیف می‌کنیم. می‌خواستیم تمام خلق آهلیک عظیم را در این لحظه‌های خرسندی تبریک گویند. مرحمت استادی عزیز را به صحنه تکلیف می‌کنیم. مرحمت. بهم نوبت به رقص و بازی اکنون شبیه معرکه زیبا و گلگون. بخوان حافظ سرودی عاشقانه به مقصد میرسد لیلی و مجنون. یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم. مبارک باشد امروز بیرم را میگویم. مرحمت. همدیاران عزیز رو با این روزی جشن عید نوروز عید ایام با عیدهای بهاری تبریک گفتم با همه شما عمری دراز رزق فراز از نام یک گروه آموزگاران از نام من تمام صنعتکاران با شما عمری دراز رزق فراز می‌دم. بگذار همه وقت با گلهای بهاری مانند گلهای بهاری شکفته باشید. مرحمت سرود شو مرحمت رقص بده.
رجب یکا یارو شما را به صحنه تکلیف میکنیم. میخواستیم سرودهای شوخ و رقصی را از زبان این مرد هنر یک جای گوش کنیم و رقص خرسندی کنیم. مرحبا. Madam, who dar na kushadi ba
سراینده کنجه میرقصیم بعد از آن داخل میرسانیم. مرحمت خوانندگان مکتبی سی را به صحنه تکلیف میکنیم. معلمه ها مرحمت. وقت و گنجینه بی‌بهای خود را دریغ نداشته برای امروز این بزم نوروزی عید سیل علمی آهلیک عزیز ایسته گذاشته خوش آمدیدتان میگیم. میخواستیم در آخر امروز این بزم با سرود زیبا و رقصی یکی از آن حافظان خوش‌آواز آهلیک ما اکای یعقوب اسراروف امروز بزم را به آخر رسانیم. مرحمت. یعقوب اکا شما را تکلیف میکنیم. مرحمت.